توضیح درباره شناخت و سابقه ارتباط با آقای اکبر امیرزاده ایرانی. لازم به توضیح است که این جانب آقای اکبر امیرزاده ایرانی را از قبل می‌شناسم. من و ایشان مدتی در زندان اوین اندرزگاه 8 سالن 8 در یک اتاق زندانی بودیم. ایشان از خط فکری، دیدگاه‌ها و مواضع من آگاهی کامل دارند و در برخی از موارد در همان دوران برای نشر آگاهی در جامعه و انتقال برخی مطالب و دیدگاه‌ها به من کمک کرده است. این جانب همچنین از گذشته و وضعیت آقای اکبر امیرزاده ایرانی مطلع هستم و تایید می‌کنم که او نیز همانند من و بسیاری از زندانیان سیاسی تحت شکنجه، فشار، تعقیب، تهدید و حبس سیاسی، اجتماعی و فیزیکی قرار گرفته است. این جانب تایید می‌کنم که آقای اکبر امیرزاده ایرانی نه تنها یک زندانی سیاسی بوده، بلکه همزمان قربانی مافیای قدرت و سیاست در رژیم جمهوری اسلامی نیز شده است. این جانب شخصا آقای اکبر امیرزاده ایرانی را به دلیل پایداری، ایستادگی و عدم سکوت در شرایط خطر، فشار و شکنجه تحسین می‌نمایم.